میگه یک اولیای خدا در سن خردسالی بود. پدرش وزیر بود و مادرش جانشین همسری پادشاه. این اولیا یکتاپرست که بود، پادشاه امر کرد که این جوان را در آتش پرتایید. میگه وقتی که این جوان نزد آتش آوردند، پدرش وزیر بود، در همون جا راست ایستاده نگاه داشت. پدر فکر میکرد که الحال پسرش از او کمک طلب میکنه. مردم زیاد در آنجا تماشا کرده ایستاده بودند. گفتن ای وزیر، تو کار نمیکنی؟ پسرت رو در آتش میپرتویند. این اولیای خدا در جواب چی گفت؟ گفت از الله مهربان‌تر کسی نیست. میگه وقتی که سخن گفت در دری آتش پرتافتن، میگه آتش خاموش شد. الله اکبر. در درین آتش پرتافتن، میگه آتش خاموش شد، آتش نسوزاندش. پادشاه میگه امر کرد که در یک جای دیگر آتش آماده کنین. میگه در او جرم آتش آماده کردن، میپرتویش، او آتش هم میگه خاموش شد و این اولیای خدا آتش نسوزاند. پادشاه که خیلی غضبان بود گفت را زندان بکنین، بگذار که از تشنگی و گرسنگی وفات بکنه. میگه ای اولیا را بردن در زندان. میگه 2 ماه از بین گذشت، کسی نزد همون اولیای خدا تاب هم نخورده بود. در یک ترمه محکمش کردند، گفتن همینجا از گرسنگی و تشنگی بمیرد. وقتی که میآیند میبینن اولیا نور از رویش باریده ایستاده است و صحت و سلامت نشسته است، همه در حیرت میافتد. خبر به پادشاه میبرند، میگن این جوانی که ما در داخل ترمه کردیم تا حال اون زنده است. پادشاه میگه او را به نزد من بیارید. وقتی که نزدش میارد، میگه همه کارگران همون ترمه رو هم فریاد کنیم. با کارگران ترمه میگه من به شما یک بار میگویم، کدامی از شما به این خوراک آب داده اید؟ اگر که دروغ گفتین همه شما را در آتش میپرتم. میگه کارگران همون ترمه گفتن که ما حتی به نزد این یک بار تاب نخوردیم، حتی کمیره ها ماندگی او رو نظارت داشتن، ما نمیدونیم. وقتی که از این جوان میپرسند، پادشاه میپرسه، میگه چی واقعه شد که تو در 2 ماه میگه چیزی نخوردی، چیزی ننوشیدی، تا حال تو صحت و سلامت هستی؟ این اولیای خدا گفت الله ما گفت ملائکه را به صورت پدرم گفت در آورد و هر روز به من خوراک می آورد. هر روز میگه به من خوراک می آورد. میگه پادشاه که این منظره تا فهمید، این سخن اولیا را که فهمید، آمد و در نزد پایه هایش غلطید و گریه کرد. میگه همه کلاهش از سرش برو آورد و در سر همه اولیای خدا ماند. گفت اکنون تو رو در جای من نشین و من در جای تو باشم، من خاکی پای تو شوم. این قدر کاری که در حقت کردم مرا ببخش. این اولیای خدا گفت ما همگی را بخشیدگی هستیم، از کسی کینه نداریم و این منزلت و این مقامت از آن خودت، و من چیزی لازم نیست. گفت و برآمده رفت. ببینید دوستان عزیز، انسانی که تقوا داشته باشه، الله مهربان همیشه او را نگهبان است در هر حالتی که باشه. و دوستان عزیز، از همه شما خواهش میکنم در حق من دعا را فراموش نکنید. دعا کنید که چه مشکلی داشته باشیم، الله مهربان مشکلی ما و شما را آسان بگرداند و باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.